ولی چقدر آدم میتونه کثافت باشه که بیاد همچین چیزایی بنویسه؟ چقدر واقعا. و بیاد تو برنامه بگه من تو خانواده فرهنگی بزرگ شدم، بعد بیاد گذشته دختری که اون قربانی اون داستان بوده رو راجبش بخواد اینطوری. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و امروزم برگشتیم با ادامه داستانا و حواشی مربوط به برنامه عشق ابدی. و قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم یادتون نره که کانال رو حتما ساب کنید و تا آخر این ویدیو هم همراه باشید. داستان‌ها و درگیری‌های بین ستاره و عرفان به بیرون از برنامه هم کشیده شده و حالا که ماها از ضبط فصل 3 عشق ابدی میگذره همین دو نفر هنوز با هم درگیرن. خب همونجوری که میدونید ستاره یکی از اکسای امیر تتلو هستش و داستان‌ها و اون حواشی عذرخواهی میکنم دستشویی کردن روی ستاره و زندانی شدنش و اینا رو هم که احتمالاً خودتون در جریان باشید. حالا بعد از چندین وقت و دعوا و درگیری‌های بین این دو نفر عرفان اومده راجع به این موضوع صحبت کرده و گفته که یارو خودش بوی شاش میده سر تا پاش، منم شبیه دوست پسرای قبلیش نبودم، باید میشاشیدم روش والا. ستاره هم حسابی از صحبت‌های عرفان کفری شد و اومد نوشت اوج حرومزادگی یه نفر رو ببینید، دقیقاً همین بی‌ادبی‌ها رو تو ویلا هم کرده، دقیقاً همینقدر حرومزاده است. این پسر مریض بودن از همه جاش میباره، از اولین روز اومد ویلا فقط ادا خوبا رو دراره که دید ریده شد تو برنامه‌هاش، الانم اینجوری داره میگه. اونجا دقیقاً همین حرفا رو بهم زد و این جو و انداخت تو ویلا. بعد یه سری کثافت مثل خودش هم این موضوع رو گرفتن دستشون. حالا این وسط یه پرانتز باز کنم و بگم که طبق شایعاتی که پخش شده راجع به امیر تتلو اون اتفاقات با نگین فضلی هم حتی دعواشون میشه. مردایی هستن که وقتی یه دختر گذشته سختی داشته مثل کوه میان کنارش و گذشتهشون رو جبران میکنن. حرومزاده هایی مثل این پلشت هم میان اینجوری زر میزنن این تو خانواده فرهنگی بزرگ شده بود، ببخشید ولی من ریدم تو اون فرهنگیایی که تو رو بزرگ کردن. در ادامه هم یه سری صحبت دیگه انجام داد که بریم با هم دیگه بشنویم. قبلش اگه دکمه استاپ رو نزدی حتما بزن که از این اخبار و حواشی که داریم پوشش میدیم اولین نفر با خبر شی. بچه‌ها وایس نمیدم چون داشتم برنامه رو میدیدم، ندیده بودم، داشتم میدویدم موقعی که برنامه پخش. حالا هنگم داشتم میدویدم، بعد اومدم دیدم که دارو تو چنلش همچین چیزی نوشته. میگم خود طرف که حالا هر چیزی بین اون بوده خوب و بد من بخشیدم، ولی چقدر آدم میتونه کثافت باشه که بیاد همچین چیزایی بنویسه؟ چقدر واقعا. و بیاد تو برنامه بگه من تو خانواده فرهنگی بزرگ شدم، بعد بیاد گذشته دختری که اون قربانی اون داستان بوده رو راجبش بخواد اینطوری بگه. واقعا متاسفم واسه خانواده‌ای که تربیتشون این بچه بوده. من دوست ندارم شما هم ناراحت کنم، به اندازه کافی تو برنامه داستان داشتم، ممکنه تو روزای دیگه هم چیخ‌چیخام نظر اذیتتون کنه چون خیلی فشار روم بود. دقیقاً همین بحثایی که الان هست اونجا هم خیلی از سمت این چیزا اذیتم کردم. نمیخوام اینجا هم ناراحتتون کنم و بیام قور بزنم به یکی دیگه فحش بدم، ولی واقعا نیاز داشتم باهاتون صحبت کنم. بله دوستان، نظر شما در خصوص این داستان و حواشی که پیش اومده چیه؟ حالا اگر دوست داشتید راجع به این قضیه امیر تتلو و اینا حتما برام کامنت بذارید که ادامه و اصلا اینکه چه اتفاقاتی افتاده بود بین ستاره و تتلو رو براتون بسازم. همچنین برای ادامه حواشی و داستان‌هایی که پیش اومده یادتون نره که کانال رو حتما ساب کنید. ما سعی و تلاشمون اینه که اخبار و حواشی مربوط به فضای مجازی رو زودتر از همه جا و با کیفیت کامل برای شما عزیزان پوشش بدیم. ممنون میشم ازتون و تا ویدیو بعد فعلا.